پرسیدم آیا راضی هستی از شغلت؟ در کل اینطوری بگم که زیاد راضی نبود. اگر حوصله ندارین ادامه این کلیپ رو ببینید، اینطوری بگم که زیاد از شغلش راضی نبود. تازه هم ماشینش رو خریده بود. ماشینش هم یک دونه از این وانت‌های آریسان مدل 95 بود. باش کن با همون مسافر کشی میگم بهتر از این. موقعی که خریده سرش کلاه گذاشتن و متوجه نشده که عیب و ایراد داره ماشین. یارو قبل فقط این کار داشت. خرجته هیچ عوض از این نکرده. من تو پاچه مفتده. و میگفت که این ماشین زیاد خوبی نیست برای بارکشی، چون ظرفیتش 700 کیلو بیشتر نیست. این وانت ها معمولا اگر زیاد بار بزنی از وسط شاسیشو میشکنه. میگفت این مدل ماشین زیاد کمرش شکسته. میگفت روزانه اگر بازارش خوب باشه، اوضاع خوب باشه، اون روز بین 500-600 تومن کار میکنه با اسنپ فقط، به غیر از بارهایی که کناره به پستش میخوره. ما روزا دیگه زیاد میچرخیدم تا از ساعت 9 که من تا 5 بعد از ظهر دقیقاً 600 تومن. ولی خب میگفت کناره اگر مثلا یه جای خوب باشه یا مثلا مشتری جمع کنی، کناره بهتره، چون درآمدش بیشتره. از اون طرف هم کمیسیون لازم نیست به اسنپ بدی، همین که مبلغ بیشتری بابت کرایه حمل بار میگیری، چون اسنپ واقعا نرخاشو پایین میزنه. ما 2 قلم بارشو جابجا کردیم 450 ازش پول گرفتم. قبل از اینکه با این بنده خودم صحبت کنم، یه بار دیگه هم یک وانت دیگه گرفتم، البته اون نیسان بود. با اونم که صحبت میکردم میگفت نیسان چون ظرفیتش سنگینه، مثلا بار سنگین باش جابجا میشه، خب مردم کمتر ازش استفاده میکنن، چون اکثر بارها بار سبکه و مردم بیشتر پیکان وارد یا همین وانت های مثل آریسان یا پراید وانت رو انتخاب میکنن برای حمل و جابجایی بار، مخصوصا توی اسنپ. برای همین میگفت بار کمه و توی راه با این راننده نیسان هم که صحبت میکردم میگفت اسنپ به عنوان یک شغل دوم خوبه. شغل اصلیش این بود که توی شرکتی کار میکرد و با ماشینش بار میبرد. میگفت حقوق ثابت میگیرم اونجا، اگر بار باشه نباشه من حقوقمو دارم، اگر بار سبک باشه سنگین باشه بالاخره من همون حقوق ثابت رو دارم. و بعد از این که مثلا از صبح میرم تا ساعت 2، بعد شروع میکنم به کار کردن با اسنپ. میگفت بد نیست اینطوری، به نفع، چون اگه بخوای مثلا یک سر اسنپ کار کنی نمیصرفه، یا اگه بخوای مثلا بارهای بین شهری جابجا کنی اونم چون نرخاش خیلی پایینه و خیلیا با قیمت پایین اون بارها رو جابجا میکنن، نمیصرفه که بخوای بری شهرستان و بار جابجا کنی. برای همین میگفت من بهترین روشی که انتخاب کردم این بود که برم یه جای ثابت توی یک کارخونه‌ای، توی یک شرکت پخشی، اونجا ماشینم گذاشتم، اگر بار باشه اون روز میبرم، اگر نباشه خب حقوقمو گرفتم و بیمه هم هستم. موقعی که بیکار میشه یا وقت اضافه داره یا یکم حوصله داره میره با اسنپ کار میکنه. بنابراین شغل راننده وانت، راننده نیسان هم اینطوریه که یک حقوق حدوداً از 10-12 تومن داره تا 20 میلیون تومن. البته بستگی داره به که وانت چی باشه، مثلا پیکان وانت باشه، وانت سبک باشه، وانت سنگین باشه، این قیمتش فرق میکنه. و اینکه خودت چطوری کار کنی، آیا آزاد کار کنی، آیا اسنپ کار کنی، آیا بری توی یک شرکت حقوق ثابت بگیری، آیا همزمان این چند تا کار با هم انجام بدی، همه اینا روی درآمد تاثیر داره. از اون طرف از استهلاکش هم میگفتن، همون راننده نیسان میگفت استهلاک نیسان مخصوصا خیلی بالاست، وانتش هم مدل پایین بود، مدل 83 بود، ولی میگفت خب مسئله سوخت ندارم چون دوگانه سوز بود ماشینش. میگفت پول سوخت، هزینه سوخت زیاد نمیدم، ماشینم دوگانه سوزه. این بنده خدای وانت آریسان چون یه جوری کلاه سرش رفته بود و اون ماشینی که باب دلش بوده گیرش نیومده و یک ماشینی که تقریبا داره به خرج میفته رو بهش فروختن، خورده ناراضی بود و میگفت میخوام اگه بتونم ماشینمو بفروشم و یک مزدا بخرم. ساعت کارشون هم اینطوری بود که این بنده خدای وانت آریسان، وانت سبک، میگفت از ساعت 9 میرم تا ساعت 5 با اسنپ که کار میکنم، مدام 500-600، اگه مثلا اوضاع خوب باشه، بازار خوب باشه، 700 تومن روزانه کار میکنم فقط با اسنپ. اگه بار کناری هم بخوره که اون جداست، ولی بعضی روزا هم میگه مثلا ترافیک زیاده یا بار کمه، درخواست کمه، خب کمتر در میارم. ما روزا دیگه زیاد میچرخیدم تا از ساعت 9 که من تا 5 بعد از ظهر دقیقاً 600 تومن.
500 هم کار نکرده بود. و اینم میگفت که اسنپ سواریش بهتره، یعنی اگر یه ماشین سواری داشته باشی مسافر کشی کنی، خب هر وقت بخوای میتونی بری مسافر کشی کنی، هر وقت روز، هر وقت، هر ساعتی میتونی درآمدت رو به دست بیاری. ولی خب اسنپ وانت اینطوری نیست، یعنی زیاد نیستش اون درخواستاش، بنابراین زیاد نمیتونی درآمد به دست بیاری، مجبوری کلی ساعت بچرخی تا اون درآمدی که میخوای برسی. ما در اسنپ نیازی الان 21% پول سود داد من. 21%. این مزایا و معایبی بود که در مورد شغلشون گفتن. خب استهلاک ماشینا زیاده، خدای نکرده که تصادف کنی یا اگر مشکلی بابت بار اون کسی که داری حمل میکنی پیش بیاد، خب این مسائل هم وجود داره و یه سرمایه میخواد دیگه، حداقل 250 300 تومن میخواد برای اینکه یه دونه ماشین وانت بگیری که بتونی توی شهر شروع کنی به حمل بارهای مردم.